سلام به همگی. اومدیم امروز آموزش بازی کردن ماینکرافت جاوا رو توی گوشی انجام بدیم. نه چی گفتم والا هرچی. اول میریم برنامه پوجاو لانچر نصبش میکنین از بازار، مارکت، گوگل، هرچی میشه. حالا اینجا که میزنین میزنین روی این قسمت، میزنین انتخاب، این قسمت هم دوباره روی ریلیز، میاین پایین قسمتی که نوشته 1.21.0 اینو میزنین روش، میزنین ذخیره، میزنین حالا شروع بازی. اینجا براتون چند تا وظیفه انجام میشه که حالا یکم شاید طول بکشه. الان من چون که دیگه نصب کردم وظیفه رو انجام دادم به خاطر همین اومده. اینجا میتونین موس خاموش روشن کنین. اینجا هم 3 بعدی 2 بعدی اینا هم که دباگ استیکه که حالا خودتون برین تو بازی اینا بهتر میشه فهمید. الان داره کم کم بازی میادش، همینجور دیگه بعد وایسیم. خب میزنین روی قسمت مولتی پلیر، میاین توی این بخش که البته این سرور همینه امیر، میزنین روی قسمت اد سرور، میزنین روی سرور آدرس، اینجا میزنین دیگه آی پی شو وایسین اینجا میزنین ادیت. البته نمیخواد بزنین، شما فقط بزنین روی اینجا شما فقط بزنین روی اد سرور. اما من حالا میزنم روی ادیت. بعد بزنین که امیر آباد خط فاصله اولم ف دات اترنوس دات می. یعنی دیگه امیر فکر کنم آی پیش هم گذاشته، همتون هم دیدین. اینجا هم که دیگه اگه میخواین اسم بذارین، اگه هم نمیخواین، حالا من الان میخوام بذارمش امیر. میدونم رو قسمت امیر الان سرور بسته است، اما چون که اترنوس باگ داره برای روی پوجا، وقتی که حتی بسته باشه امیرم بگه بازم سروران بزنین روش، خودش مستقیم میره تو. الان واقعا دیگه سرور بسته است. سرور بازه نه بسته است. اگه این قسمتش اومد یعنی این که بسته است، اگه بقیه جاش بود که درسته. یعنی این قسمت هم که میبینی برای ضربه زدن، اینجا هم که خودش وقتی که روش فشار بدی بلاک میکنه. اینجا هم کارای زیادی نداره، اما خب اینجا که تو اینونتوریه این قسمت، هر وقت هم خواستی ازش برین بیرون دوباره بزنین رو خود اینونتوری. این قسمت هم که دیگه بزنین روش مثلا اون پلیرایی میشه که هیچی دستشون خالیه، فقط این میمونه که ما هم میزنیم دیگه. خب همین دیگه، آموزش همین بودش. فعلا خداحافظ.